تو خیابونای لس آنجلس اوضاع شده عین قیامت. آتیشای بزرگ همه جا رو گرفته و دود سیاه کل آسمون رو پر کرده. ساختمونا و ماشینای بزرگ تو آتیش میسوزن. مردم هم مجبور شدن خونه و زندگی و ماشیناشون رو ول کنن و فرار کنن. این فقط یه بلای طبیعی نیست، انگار یه هشدار الهیه. واسه کشوری که فکر میکنه از همه و همه چی بالاتره، این یه تلنگر جدیه. آتیشا انگار منتظر فرصت بودن که هر چی سر راهشونه رو خاکستر کنن. کالیفرنیا، مخصوصا شهر لس آنجلس، روزهاست که گرفتار این آتش سوزی ها شده و تا حالا 24 نفر تو این حادثه جونشون رو از دست دادن و احتمالاً این عدد هم بیشتر میشه. واسه حدود 180,000 تا خونه هم دستور تخلیه دادن و هنوزم بعضی جاها آتیش رو نتونستن مهار کنن. این آتیش هیچ فرقی بین خونه‌های ساده و کوچیک و یا عمارت‌های شیک و لوکس نمیذاره. هرچی جلوش باشه رو میسوزونه. خونه بازیگرا و آدم‌های مشهور هم مثل خونه آدم‌های عادی نابود شده. اولش آتیش توی یه سری مناطق کوچیک بود، ولی وقتی به خیابونا و مناطق مسکونی رسید دیگه کنترلش از دست در رفت و تا الان حدود 234 کیلومتر مربع از زمین‌ها رو نابود کرده و میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر قرار داده. خونه‌هایی مثل خونه آدام برودی، پاریس هیلتون و بیلی کریستال هم تو آتیش سوخته. بیلی کریستال تو مصاحبه با CNN گفت واقعاً کلمه‌ای برای توصیف این فاجعه پیدا نمی‌کنم. میگفت خونه‌ای که از سال 1979 توش زندگی می‌کردن نابود شده. میگفت بچه‌ها و نوه‌هامون تو این خونه بزرگ شدن و همه جاش پر از عشق بود. ولی خب خاطره‌هامون هیچ وقت از بین نمیره، حتی اگه اون خونه از بین رفته. جیمز وودز بازیگر فیلم‌های معروف هم با گریه گفت که خونش تو منطقه پاسیفیک پالیسیدز چطور سوخته. میگفت یه روز داشتیم توی صخره خونمون شنا می‌کردیم و روز بعد همه چی نابود شد. این فاجعه فقط آدمای مشهور رو درگیر نکرده. تا حالا 24 نفر کشته شدن، هزاران خونه نابود شده و صدها هزار خونه دیگه هم در خطره. 180,000 نفرم مجبور شدن که خونه هاشون رو ترک کنن. دلیل اصلی این آتش سوزی ها بادهای شدیدیه که شعله ها رو این ور اون ور میبره و باعث گسترش آتش میشه. حتی آتش نشانا هم نمیتونن کاری کنن. صحنه هایی که تو لس آنجلس دیده میشه انگار یه پیش نمایش از جهنمه. ولی این فقط یه آتش سوزی نیست، یه پیام الهیه. انگار خدا خواسته به آدما یادآوری کنه که با همه غرورها و گناهاشون نمیتونن که همه چی رو تحت کنترل داشته باشن. این آتیش فقیر و غنی رو یکی کرده. هیچ کس هم نمیتونه از دست دادن مال و زندگیشو کنترل کنه. همه تو این فاجعه به یک اندازه آسیب دیدن. این روزا هیچ وقت از یاد نمیره. هر کسی که این فاجعه رو دیده باشه سالها بعد برای بچه‌ها و نوه‌هاش تعریف میکنه. در آخرم باید بگم خدایا کمکمون کن که کارامون درست حسابی باشه. بهمون توفیق بده که فقط برای رضایت تو تلاش کنیم. نعمتاتو شکر کنیم و بندگی تو قشنگ انجام بدیم. رحمت و مغفرت تو از ما دریغ نکن. ما رو بنده خوب و مطیع خودت قرار بده. ای مهربون ترین مهربانان. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این اتفاق برای ما کامنت کنید. کانال ایسا تیوی به کامنت ها و لایک های شما نیاز داره. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم.